اگر انسان نماز نداشته باشد دیگه هیچ پیوندی با دین پیدا نمی‌کند. منتظر کمک و امداد الهی نباشد، چون حاضر نیست بگوید ایاک نستعین، از خدا استعانت نمی‌جوید. منتظر هدایت الهی نباشد، چون حاضر نیست که هر روز بگوید اهدنا الصراط المستقیم که دعای هدایت رو اجابت شود. منتظر هدایت الهی نباشد دیگه این شخص. کسی که نماز نمی‌خواند یعنی حاضر نیست روزی چند بار شهادتین بگوید، شهادتینی که تجدید ایمان است، اساس مسلمانی است. کسی که نماز نمیخواند لاد است از گفتن شهادتین. کسی که نماز نمیخواند یعنی روزی چند بار سر به خاک نمیساید، در مقابل خدا کرنش نمیکند، سجده نمیکند، یعنی بندگی را قبول ندارد. کسی که نماز نمیخواند رو به قبله نمیکند، یعنی قبله را نمیشناسد، اهل قبله نمیتواند باشد این انسان. پس آخرین وسیله‌ای که برای انسان باقی میماند که به دین وصل بشود نماز است.